بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من با شما هستم قاری میرزا محمود. امروز خبری مهم ان شاء الله به سهم شما تماشابینان عزیز داریم که حتما ویدیو را تا به آخر گوش اندازید. امروز ها برادرای عزیز هر یک شخصیت دوست می‌داره که انا در یک روز حداقل 5 آیت و یا اینکه 6 آیت از قرآن از یاد کنه و یا اینکه حتی یک حدیث از یاد کنه و چگونه ذهن خوب داشته باشه، چگونه برادرای عزیز آوازها را یعنی صوت خوب کنه، چگونه غنه‌های زیبا داشته باشه. ما ان شاء الله تعالی با اذن الله مهربان برای هر یک برادری که میخواهند یعنی در یک روز 5 آیت 6 آیت از قرآن از یاد کنن، آوازها را خوب کنن، کمک میکنیم ان شاء الله. و این چنین رهایی از بیماری‌های وسواسی. برادرای عزیز و گرامی قدر، کانالی که ما پیشتر داشتیم به نام حنفی تیوی از موقتا از طرف یوتیوب دستنوراز شدگی مدت یک چند ماه که تقریبا 100,000 подписчик داشت. ما کانالی نو شدگیم. ان شاء الله سیلکش در اپیسانی ویدیو و در کامنتاری میگذاریم. حتما در اومده ابونه شوید ان شاء الله. از درس ها قفا نمونی برادرای عزیز. البته امروز هر یک شخصیت دوست می‌داره برادرها که چی قرائت خوب داشته باشه. ان شاء الله تعالی با اذن الله مهربان با خواست الله ما برای شما کمک میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بنده با شما بودیم قاری میرزا محمود.